سرخط خبرها. تا 10 سال زندان، جزا برای دزدی برق و نپرداختن پول آن. دوشنبه نقشه دعوت بهاری را پورا اجرا کرد و امکانات رایگان کسب و زبان آموزی برای مهاجرت به کشورهای بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب برای شهروندان تاجیکستان. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه نوید 7 روز از یارتیجه منظور شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته اخیر آشنا می‌سازیم. با شما از سمیدیبک سید از دوشنبه. در تاجیکستان برای استفاده غیرقانونی نیروی برق جزا شدیدتر شد. 2 اپریل پارلمان تغییر الهه‌ها را به کدکس‌های جنایتی و مأموری قبول کرد. گفته می شود هدف مبارزه با برق دزدی و کم کردن تلفات از حد زیادی نیروی برق است. قبلا پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در جلسه حکومت از تلفات بلند و استفاده غیر ثمرناک نیروی برق اظهار نگرانی کرده بود. بر اساس تغییرات، شخصی که قاعده‌های استفاده نیروی برق را ویران می‌کند می‌تواند تا 90,000 سومانی جریمه یا تا 10 سال از زندان محروم شوند. برای دخالت به کار حسابگونک، پیوست‌شوی خودسرانه به شبکه‌های برقی و شکستن مهرها، جوابگری جنایتی و مأموری پیش بینی شده است. برای شخصان واقع جریمه تا 2250 سومانی، برای منصبداران تا 3750 سومانی و برای کارخانه‌ها تا 22500 سومانی مقرر شده است. شرح پوره این تغییرات را در سامانه ما یارتیجه پیدا کرده می توانید. یادداشت می‌شیم که از 1 اپریل نرخ برق بالا برده شد. در گذرگاه سگرچین در مرز قزاقستان با روسیه بیش از 500 شهروند تاجیکستان یک هفته باز بند ماندند. در این خصوص چند شهروند کشور به رادیو آزادی خبر دادند. بعضی از بچه‌ها یک هفته باز در اینجا هستند. 200 ماشین هست، نگذشته است. ببینید ما در چه احوالیم. ازبک‌ها گذشتند، قرغیزها گذشتند، چون از سفارت‌هایشان آدم است. از ما کسی نیست، گفته است 8 اپریل یک مهاجر تاجیک. مرزبانان روس سبب راه ندادن شهروندان تاجیکستان را به خاک روسیه شهر ندادند. سفارت تاجیکستان نیز واکنش نشان نداده است. قبلا بند ماندن شهروندان تاجیکستان در گذرگاه سگرچین که می‌خواستند به روسیه وارد شوند بارها رسانه‌ای شده بود. مهاجرت به کشورهای پیشرفته بخصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می‌کند. اگر می‌خواهید ملکه کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یکچند منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی با طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیای کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می‌شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. شهر دوشنبه نقشه دعوت بهاری به خدمت حربی را پورا اجرا نموده است. در این باره نشریه پیام دوشنبه خبر داد. قبلا از اجرای 100% نقشه ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ناحیه‌های سنگوار، لخش، تاجیک‌آباد، نورآباد، رشت و شهر و ناحیه‌های ولایت ختمان خبر داده بودند. در ولایت سوخت روز 4 اپریل گروه اول دعوت شوندگان عبارت از 1700 نفر جوان پسران به خدمت حربی گسیل کرده شدند. دعوت بهاری به خدمت حربی از 1 اپریل آغاز گردیده تا 31 می ادامه می‌یابد. فرمان دعوت بهاری را پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 19 فوریه امضا کرده بود. به خدمت حربی جوان پسرانی که تا روز دعوت به سن 18 رسیدند، اینچنین شهروندان سن و سال کلانتر که حق موقوف گذاری و آزاد شدن از خدمت را ندارند جلب می‌شوند. در ولایت ختان 2 برادر مدامینов نورعلی 41 ساله و زاکرов دلشاد 44 ساله برای لطوکوب و تهدید کشتار نسبت به همسر و دختر برادرشان دستگیر شدند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، آنها به خانه برادرشان مدامینov احتمجام رفته با همسرش ریحانگل و دختر شهناگل مناقشه کرده آنها را لطوکوب نمودند.
گفته میشود مدامینوف نورعلی با کار تهدید کشتن کرده است. زاکیرов دلشاد آب جوشان را بر روی جیان 20 ساله‌اش رعنا گل پاشیده است. در نتیجه دختر با سوختن روی، گردن و قفس سینه در بیمارخانه ناحیه جلال‌الدین بلخی بستری شده است. نسبت گمانبران با ماده 110 قسم 2 قصداً رسانیدن ضرر وزین به سلامتی پرونده جنایتی آغاز گردیده آنها در حبس پیشکی قرار دارند. طبق این بند قانون آنها را از 8 تا 12 سال زندان انتظار است. بیننده عزیز، این برنامه نوید 7 روز بود. با ما باشید و در صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی ابونه شوید. خیر.